سلام دوستان عزیز، من در طرف بازار میرم به خاطر اینکه لباس نو بخرم. در افغانستان همین رواجه که برای عید لباسای نو پاکاری خانه و غیره باشه. خب بیا بریم طرف بازار ببینیم چه لباسا برای عید آورده. خانه بیست بیست سلام مجدد، این از سودای عیدین. خب بیا ببینیم که چی خریدیم. اول از لباس شروع کنیم. این از کیف ما. این از چادر زیبای من. این از بولیس ما. من چون لباس های زیاد گشادن خوش دارم و آزاد خوش دارم. این از بولیس ما. این خرسگیش که در بالاش پوشیده میشه. دیگه چی مونده؟ دودن جورابم مثل خودم گرفتم. یک قیقی سفید. خب بریم سمت چدلیمون. چدلی ها خیلی دوستم. چه قشنگه. خب اینم به پولش میذارم. یه مست ترمزکی قشنگه. خب ترمزک گرفتم به خاطر مکتبا شروع شده. باز به مکتب خب میام از لوازم آرایشمون. به خاطر من خیلی از موهای خود محافظت میکنم. شامپوی گل روز گرفتم. دیگه یک دانم ضد آفتاب گرفتم چون حال خیلی گرمی شدن و من بعد زودی مکتب میرم به خاطر هم گرمی مثل گرفتم. خب یه همه صابون صورت گرفتم برای خودم. یه مثل نخون این برم هدیه دارم. چه قشنگ. خب یه مثل آینمون. خب چه قشنگه داخلش. ببین اینجاش. خب دوستان حالا شما در کامنت ها برام بگوین که چه قسم برای این لباس گرفتین.